جالبه شما 7 فصل توی مازندران ضبط کنی سریالت رو. 7 فصل خب تیک‌های مازنی استفاده کنی، از لهجه مازندرانی استفاده کنی و نه تبلیغ اسپانسرت صدا و سیما جایی که پروموتت میکنه، تبلیغ خود سریالی که خودت و بازیگرات نشستی و اول سریال اون رو تبلیغ کردی درباره یکی از دلال‌های بزرگ باشه. برنج طبیعت رو تبلیغ کنی. اینه وضعیت پایتخت فصل 7. سلام دوستان، من امینم. خوش اومدید به این چنل. اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنم. اگه به این محتوا علاقه دارین یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید، نوتیف رو هم حتما روشن کنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. خب از اونجایی که خیلی از پایتخت سوء استفاده شده تو این چند روز اخیر، لازم دیدم من هم سوء استفاده کنم و به همین بحث تبلیغ بپردازم. همین اول کاری. بابا چه خبره؟ این همه تبلیغ برای اینکه تا سریال پخش بشه 10 تا برنامه ما رو دعوت میکنن به دیدن سریال و آخر سر هم میرسیم به سریال، تو شروع سریال هم تبلیغ داریم. به نظرم دیگه حرفی نمیمونه. از اونجایی که پایتخت کیفیت قدیم خودش رو هم حفظ نکرده و خیلی از تیکه های قدیمی، من یه سری نقدا خوندم گفتن که پایتخت همون چیزهای قدیمی رو دوباره داره تکرار میکنه. البته نه، حالا شاید تکنیکالی آره، ولی مثال نقی میگفت آقا من با همه روام ولی همه با من نه. از تیکای قدیمی نقی چیزی یادشون نیست، انگاری یک سری چیزها، یک سری المان‌ها رو یادشون رفته و در کل خیلی توی قسمت اول موشکافی و بررسی داشتم توضیح دادم از اونجایی که حال و هوای سریال تغییر کرده خیلی ممکنه از اون نوستالژی فاصله گرفته باشن و سخت کیفیت رو حفظ کنن. کمی موفق بودن، ولی وقتی یه همچین مسائل این تبلیغات میاد و سخت میشه گفت که داره مثل قدیم خوب عمل میکنه. ولی حالا میگم نکته اصلی پایتخت اینه که صدا سیما تونست دوباره حالا مخاطباشو تا حدی زنده کنه. ما با خانواده میشینیم میبینیمش و به هر حال چون خانواده این لذت میبریم، دور همین میخندیم، باهاش خوشو بش میکنیم. و علاوه بر اون یک سری نکات جالب داره این سریال. تا اینجا من گفتنی‌های زیادی رو گفتم دربارش و پیشبینی خاصی از خود داستانم ندارم. این پایتخت دیگه میبینیم لذت میبریم، نیاز نیست پیشبینیش کنیم. این روانشناسه که با هما داشت توی قسمت اول صحبت میکرد خیلی منو یاده اون دکتر عزیزی انداخت که توی صدا سیما بود. انگار یه تیکه، یه دیس مستقیم بود از پایتخت به سمت ایشون و جالب بود برام. قیافتا شبیهشه، رفتاری هم شبیهشه با توجه به اکتایی که داره و نظرهای سطحی که میده. و یه نکته دیگه این که توی این سریال که توی نمایشخونگی داره پخش نمیشه، توی صدا سیماه داریم یه سری نکات جالب میبینیم. مثلا به شری لیدی شات اوت میدن، به اون آهنگ، به یک سری آهنگای خارجی که بعیده توی صدا سیما توی یک سریال و یه همچین سریالی بهش اشاره بشه. و از همه این تیکه های جنجالی عجیبتر اونجایی بود که یه عکس محسن تنابنده با خانومی رو ادیت میکنن جزو قاب عکساییه که توی سریال دارن نگاش میکنن و ادیت کردن محسن تنابنده رو کردن نقی گذاشتن اونجا و نقی میگه که ایشون میخواست حجاب کنه. من بهش گفتم نه، کشور شما همینجوری اوکی، نیازی حجاب کنی. این اصلا همینجوریش جنجالیه، بماند که تیکه به کی و کجا و کدوم اتفاقه رو که اصلا من سعی میکنم بهش نپردازم. جنجالی داره پیش میره پایتخت. نمیدونم چه بلایی سرش اومده. نظر شما چیه؟ تا قسمت 5 پایتخت هنوز پایتخت، هنوز لذت بخشه، نگاه میکنینش یا نه؟ برام بنویسید نظراتتون رو. سعی میکنم تا قسمت آخرش که منتشر شد یک یا چند تا دیگه ویدیو بررسی داشته باشیم و دقیق‌تر خود داستان رو بررسی کنیم اگر بلایی سر این داستان نیاد. و حالا که تا اینجا اومدی لایک یادت نره، سابسکرایب کن، زنگوله رو روشن کن تا توی این مسیر همراه هم